یک سال پیش صبح بر وقت 8 مای سال 2022 مقامات قدرتی تاجیکستان در شهرک ومر مرکز نویه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان عملیات ویژه را برآ انداختند. در بین چند ساعت اعتراضگران گردجمعی را با استفاده از سلاح جنگی پراکنده کردند. الکی ساعت بعد آغاز عملیات ویژه مقامات تاجیکستان ژورنالیستان و فعال جامعه شهروندی الفت خانم محمدشایو و شوهر سابق او جنرال خولباش خولباشف مشاور فرمانده قشون‌های سرحدی را با اتهام دست داشتن در تشکیل اعتراضات در روشان دستگیر کردند. محمدشایو در نزد منزلش در دوشنبه بازداشت شد، ولی جنرال خولباشف را که در یک سفر خدمتی در منطقه مرزی ووروخ قرار داشت در مرز اسفره برابر برگشتنش از ووروخ دستگیر کرده به دوشنبه فرستادند. در جریان سرکوب اعتراضات در ومر و خوروخ بنا به اعتراف دادستانی کل تاجیکستان 29 نفر ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان کشته شدند، ولی رادیوی آزادی روی خط 34 ساکن کشته شده ولایت مختار کوهستان بدخشان را نشر کرد که 29 نفر آنها روز 8 مای در ومر و 5 تن دیگر در ماه مای سال 2022 در خوروخ کشته شدند. در بین کشته شدگان چند لیدر غیر رسمی بدخشان از جمله محمد باقروف، منور شنبیف، زهیر رجبوف و یادگار غلامایداروف نیز هستند، ولی اکثر کشته شدگان را ساکنان عادی تشکیل می‌دهند. به گفته مقامات در جریان حوادث بدخشان 3 نفر از کارمندان مقامات نیز به هلاکت رسیدند. از این شمار 1 نفر در زد و خوردها با اعتراضگران در ومر جان باخته، 2 دیگر در راه به محل عملیات در دریای پنج غرق شدند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در پایان سال 2022 در یک سخنرانیش اعتراف کرد که فرمان آغاز عملیات در روشان را او خودش داد، چون که اعتراضگران راه بین المللی را از چند جا بسته با فرمان و دستور خواجگان خارجیشان قصد به هم زدن ثبات و آرامی در ولایت مختار کوهستان بدخشان و سراسر جمهوری را در سر داشتند. مقامات تاجیکستان پیوسته میگویند روز 8 مای سال 2022 در نویه روشان به ضد سرکردگان و اعضای گروه متشکل جنایتی عملیات حربی برآ انداخته بودند، اما ساکنان و حامیان حقوق میگویند اکثر کشته شدگان از میان مردم ملکی بوده، برخیش حتی در اعتراض‌ها اشتراک نداشتند، ولی مقامات در جریان عملیات حربی آنها را از کوچه و خانه‌ها دستگیر کرده برده با عذاب و شکنجه کشتند. سازمان‌های بین المللی حامی حقوق و حتی چندین ساختار سازمان ملل متحد مقامات تاجیکستان را به استفاده بیش از حد نیرو و سلاح برای سرکوب اعتراض‌های اسلحه‌داشته در بدخشان عیبدار کردند و راه اندازی تعقیبات اقلیت قومی و مذهبی ساکنان این ولایت مختار واقع در شرق کشور را عیبدار کردند. دوشنبه این اتهام را رد می‌کند. در پی حوادث اخیر ولایت مختار کوهستان بدخشان به گفته فعالان بیش از 200 زاده این ولایت از جمله شماره زیادی از فعالان جامعه شهروندی، ژورنالیستان، بلاگران و لیدرهای غیر رسمی این منطقه در خود ولایت مختار کوهستان بدخشان و بیرون از آن با اتهام دست داشتن در تشکیل اعتراضها دستگیر و اکثر آنها محکوم به سالهای طولانی زندان، از جمله دست کم 8 نفر محکوم با شمول جنرال خولباش خولباشف و یکی از لیدرهای غیر رسمی خوروخ طالب ایانبکوف با یک فرزندش به حبس عمرباد محکوم شدند. در ولایت مختار کوهستان بدخشان که در شرق تاجیکستان در مرز با خطای افغانستان و قرقیزستان جایگیر شده است، تقریباً 250,000 نفر به سر میبرند که اکثرا با زبانهای پامیری حرف میزنند و به فرق از ساکنان دیگر مناطق تاجیکستان که اکثرا پیرو رویه حنفیه مذهب سنی دین اسلام می باشند، اکثر اهالی ولایت مختار کوهستان بدخشان پیرو رویه اسماعیلیه مذهب شیعه بوده. پیشوای اسماعیلی های جهان شاهزاده کریم آقاخان چهارم را رهبر مذهب خود می شمارند و او را همچون عازر امام نام می برند.